قانونگذاری جمهوری تاجیکستان کرداری اوباشی را از جمله آن نوع جنایت اعتراف نموده است که به جمعیت خوفناک بوده، باعث تهدید و رسانیدن ضرری جدی به حیات و سلامتی اشتراکچیان و اعضایان این کرداری ضد حقوقی می‌گردد. کاستگی اخلاق، سطح پست معرفتناکی و بی‌مسئولیتی و بی‌پروایی در ضمیر نورسان و جوانان، اینچنین بی‌نظارتی و سهلنگاری والدان در تعلیم و تربیت و تقدیر آینده آنها سبب رفتار و مناسبت دغلانه، مناقشه‌های بی‌معنی، جنایت‌های وزین و دیگر عمل و کرداری خلاف قانون در جایهای جمعیتی گردیده جامعه را به تشویش آورده است. چنانچه در دوره برگزاری چهاربینی‌های اپراتیوی جستجوی شهروندان واحدزاده سامیدین جلال‌الدین و داستانف قاسم سهرابویچ سال تولدشان 2002 ساکنان شهری باختر که آخران پیش با ماده 237 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی اوباشی صادر شده است دستگیر کرده شدند. ضمن پیشبرد حرکت‌های تفتیشاتی معین کرده شد که دستگیر شدگان با مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 شهری باختر حاضر گردیده حساسیت بلند اوباشی و داشتن خصومت شخصی یک نفر آموزگار مؤسسه مذکور را که به خوانندگان درس میگفت به دالان مؤسسه دعوت نموده نسبتش دشنام و حقارت‌های قبیح کرده او را مورد علت و کوب قرار و به سلامتیش جراحت‌های گوناگون جسمانی رسانیدند. هرچند اطرافیان از آنها درخواست کردند که این عمل‌های غیرقانونیشان را قطع کنند و سخنان کسی اعتبار نداده مدتی طولانی ترتیبات جمعیتی و رفتی درس آموزی را در داخل مؤسسه دغلانه ویران نمودند. واقعا جای تأسف است که اوباشان این عمل غیر انسانی را در داخل بارگاه علم و معرفت و نسبت کسی روا دیدند که او را تربیتگری جامعه مینامند. رفتیم معلم برو آوردیم وقتی معلم گرد زده سر خواهی دوستان و قسمی روزا دارید با مکتب یاف رفته کتی هم معلم رزبان که دادم. وابسته به حالت مذکور نسبت دستگیر شدگان داستانف قاسم و واحدزاده سامیدین با ماده 237 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز و به حبس پیشگی گرفته شده تفتیشات ادامه دارد. با پیشنهاد نوار مذکور مقامات ملیسه ختلان از همگان دعوت می نماید که در پیشگیری چنین حادثه های ننگین سهم گذار گردیم. وقتی آن رسیده است که همه قشرهای جامعه با کمال عقل مسئله داغ روز را خوب درک نموده پای تعلیم و تربیت درست فرزندان قرار داشته باشیم.